سلام. روزنامه نگارم، سخنور نیستم، از ایران اومدم. مثل همه همکارام زندان رفتم، کتک خوردم، باتوم خوردم، اخراج شدم، اجازه تحصیل نداشتم، اما ناامید نشدم. برای مصاحبه با رئیس جمهور آمریکا که 30 سال اجازهشو نداشتیم، منتظر اجازه از دولت جمهوری اسلامی ایران نشدم و آمریکا اومدم، منتظرم تا اوباما جواب بده. مسافر ایرانم، ایرانی که تا دیروز اگر بقال محل یا نگهبان و دربان فلان مسجد محل به اعتقاد ما نسبت به خدا و پیغمبر و ولایت فقیه و نماز میت و چه شک میکرد، خانه خراب میشدیم. اما امروز ما شک کردیم و این شک ما به انتخابات است که دولتی را خانه خراب کرده است. درست است که کشته دادیم، زندانی دادیم، اما این حاکمیت است که گرفتار زندانیان ما شده است. از حکمرانی باز ماندن، از قدرت فروشی باز ماندن، گرفتار زندانیان ما شدن. حتی تن و بدن بیجان ندا و سهراب و باقی برادران و خواهران شهیدم روی دست حاکمیت باد کرده است. به چه کنم افتادند. تا دیروز ما بودیم که نمیدانستیم با حاکمیت چه کنیم. از امروز حاکمیت است که نمیداند با ما در خیابانهای شهر چه کند. خوش است گیجی مفرط حاکمیتی که محصولش حضور ما پای انتخابات صندوقهای رای و حضور شما اینجاست، ورنه بی حضور ما پای صندوقهای رای احمدی نژادی که من میشناسم با حداقل رای رئیس جمهور ایران میشد و هر سال شال و کلاه میکرد، به آمریکا میآمد و فخر یک انتخابات دموکراتیک را به جهان میفروخت. مسافر ایرانم، ایرانی که در شبهای مناظره با چشمهای خودم دیدم طرفداران احمدی نژاد به صورت ما گل پرتاب می‌کردند، اما تنها یک شب بعد، تنها یک هفته بعد از انتخابات توی سینه برادران و خواهرانم گلوله پرتاب کردند. با چشمهای خودم دیدم روبروی دانشگاه تهران به صورت من گل پرتاب کردند و حالا به سینه خواهرم ندا گلوله پرتاب کردند و بعد هم خالی بستند مثل همه دروغهایشان و به امام زمانشان نامه نوشتند و گفتند ما اسلحه حمل نمی کردیم، ما به همان قانون نیم بندشان پایبند بودیم، پای صندوقهای رأیشان رفتیم. اول رأیمان را دزدیدند، داد زدیم رأی ما کجاست. برادران و خواهرانم، همکارانم را یکی یکی گرفتند، داد زدیم دربندان ما کجان، رفیقان ما کجان و بعد یکی یکی کشتند. گفتیم جسدهای ما را برگردانید، رأی پیشکش برادرانم را، خواهرانم را به ما برگردانید. مسافر ایرانم، ایرانی که تا دیروز همه چیزمان به همه چیزمان می آمد، مجلسمان به یک ملت قهر کرده من، شورایمان به سرمای حضور بیانگیزگیمان و از همه مهمتر دولت مرد کوتاه قدمان به بی‌حوصلگی درازمان می آمد. اما از امروز دولت دروغ کجا و اعتماد صادقانه ملتی که پای صندوق رأی آمد کجا؟ گریه ملت، گریه مادران داغدار ما کجا و گریه سیاستمداران ما پشت تریبونهای رسمی نماز جمعه کجاست؟ ندا، سهراب، اشکان، مسعود و باقی برادران و خواهران شهیدم جان ناقابلی داشتند که همان را هم تقدیم ملت کردند. اندک آبرویی داشتند که همان هم شد آبروی کل ملت ایران در جهان. شما چه کردید؟ مسافر ایرانم،
مسافر ایرانم. نه، به گمانم اشتباه میکنم. نه من مسافر ایرانم و نه شما مهاجر ایرانید. ما صاحبان ایرانیم. مسافران همانانند که چند صباحی به خانه ما آمدند و بساط تهجر و تحکم و طالبانی را پهن کردند و چند صباحی است که به صاحب خانه های خیالی بدل شدند. مسافران همانانند که عقیده ها، مذهب ها، مکتب ها، گفتمان های متعدد را هم تحمل نمی کنند و حتی منبر و مسجد بر سر مسلمانانی که به شیوه آنها مسلمانی نمی کنند هم خراب می کنند. مسلمانان همان دیکتاتور مستکانند که با کشتن یک زن محجبه در آلمان سینه دری می کنند، اما در خانه خودمان جنازه پشت جنازه در سردخانه های شهر پنهان کردند. مسافران همانانند که بیرحم شدند، مردم را جلوی مردم گذاشتند، خانواده ها را جلوی خانواده ها گذاشتند و جنگ گلادیاتورها را ورق میزنند. اما قاعده ما در خیابانهای تهران همان قاعده پیشین است، کماکان به همان قانون نیمبندی که به تن قانونگذاران ما زار میزند پایبندیم. آنها اسلحه دارند، ما الله اکبر میگفتیم. تلویزیون دارند، ما توییتر داشتیم. آنها فشنگ، ما فیسبوک. جنگ قدرت است و غیرت ما. جنگی که دولت ایران به ملت ایران تحمیل کرده است، درست عین جنگ تحمیلی عراق به ایران. آنها شعار میدادند جنگ تا پیروزی و ما در ایران میگوییم تا احمدی نژاده هر روز همین بساطه. مسافر ایران که باشی همه میپرسند چه خبر، اما اگر روزنامه نگار هم که باشی میپرسند فرجام این روزهای ایران چه خواهد شد. پاسخ واضح است، آنچه که باید میشد شد، آنچه که باید اتفاق میافتاد افتاد. انتخابات ایران و رخدادهای بعدش هم تلخ بود هم درخشان. تلخیش که گفتن ندارد، کافی است در صورت مادران داغدارمان همانند صورت مادران خودمان نگاه کنیم. مادرانی که از این زندان به آن زندان دنبال گم شده می‌گردند، مادرانی که برای جسدهایشان التماس می‌کنند، اما درخشان از آن رو که تا دیروز زنان، کارگران، دانشجویان، وبلاگ نویسان، روزنامه‌نگاران و حتی شهروندان معمولی ما از هر حرکت، رفتار و هر صحبت خود می‌ترسیدند و احساس ناامنی می‌کردند. اما از امروز این حاکمیت است که از هر رفتار ما می‌ترسد، دلش بیشتر از دل ما می‌لرزد. حاکمیت احساس ناامنی می‌کند. احساس ناامنی کشنده تر از خود ناامنی است، اما احساس ناامنی از بدنه جامعه به حاکمیت منتقل شده است. کابینه کابوس اعتراض ما را خواب می‌بیند. از صدای سکوت ما در راهپیمایی می‌ترسند. شباهنگام بر در می‌کوبند و فریاد الله اکبر ممنوع سر می‌دهند. روزها به بهشت زهرا می‌روند و فریاد فاتحه خواندن ممنوع سر می‌دهند. کابینه کابوس اعتراض ما را می‌بیند و چه خوش است که 30 سال ما ترسیدیم و لرزیدیم. اینک فصل این است که حاکمیت بلرزد، شما بترسید. و در پایان اگر شاملو زنده بود، بیشک به جای آن که بگوید ابلیس پیروز مست سور عزای ما را به سفره نشسته است، حتما با دیدن این که حاکمیت از عزاداری ما هم میترسد شعر دیگری میسرود: ابلیس پیروز مست سوز عزای ما را به لرزه نشسته است. 30
30 سال ما لرزیدیم، اینک شما بلرزید.